برای پیچیدن خمیر رول دارچین من اول با یه چای کوچیک در ابتدای بلندتر خمیر شروع میکنم به جمع کردنش و با هر یک چایی که میزنم خمیر رو یک بار به سمت خودم سفت میکنم یا به اصطلاح تنگ میکنم. در حین پیچیدن خمیر هم من از کناره ها خمیر رو به سمت وسط جمع میکنم، به خاطر اینکه موقع رول کردن معمولا خمیر رول دارچین این یا هر خمیر دیگه این تمایل رو داره که بخواد به سمت بیرون پیچیده بشه. عین پیچیدن فرش میمونه که شما توی هر مرحله یه تای سفت میزنین، اون لول قبلی رو یه تای سفت میزنین و بعد به سمت جلو حرکت میکنین و هر از گاهی کناره ها رو به سمت داخل هدایت میکنین. در نهایت هم حین پیچیدن شما اون قطری که در حال جمع شدن زیر دستتون رو در طول خمیر یکسان میکنید که تقریبا توی اون طول 60 سانتی که زیر دستتونه مطابق فیلم در واقع قطر خمیر توی همه اون راستا اون قطر استوانه یکی باشه. در نهایت هم شما باید خمیرتون رو بذارید جلوتون و کامل با دستتون از کناره ها فشار بدید به سمت مرکز و به صورت یک ماساژ طولی قطر خمیر رو یکی کنید و بعد شروع کنید به برش زدن.